چه خوشحالم که خودت وارد صحنه شدی یا سلام اوتیا بیچاره بدبخت بگردم مامان جون. این همه سختی کشیدی سوار هواپیما شدی پاشدی اومدی اینجا که از ما دوبس کنی. ای خدا مگه شما رقاصی؟ آره I'm crashing out. یه ویدیویی توی اینستا وایرال شده از یه فیلم خیلی قدیمی اسمش مسلخه و نرگس محمدی داره با شمشیر داره یارو رو میکشه و از بد جایی هم داره میکشه و من اینطوری بودم که این فیلم مثلا از کجا ترند شد، از کجا اومد. اگه ما اوچیا توی کانال این فیلمو نبینیم پس کی ببینه؟ امیدوارم بدونید که ویدیو امروز خیلی مهمه چون که مال سال 95 و ما داریم رسما قانون شکنی میکنیم. ما قرار بود به فیلم‌های دهه 80 فقط بپردازیم اینجا، ولی این فیلم مغز منو درگیر کرده. من باید بدونم که چه اتفاقاتی افتاده که نرگس محمدی به اون لول رسیده. نرگس این نرگس همون نرگس سریال نرگسه؟ This is the نرگس؟ one and only نرگس؟ خود نرگس؟ عروس؟ من امروز تارزم انقدر شارژم، یعنی فکر کنم قهوه زیاد خوردم، اوکی؟ از انرژی دارم جر میخورم. امیدوارم این فیلم دهنمو سرویس نکنه. به هر حال ما از لحاظ منتالی آماده ایم و میدونیم قراره سخت بگذره، ولی we got this. من حتی خلاصه فیلمم نخوندم، همون قدری که شما نمیدونید چه اتفاقی داره میفته و اصلا داستان فیلم راجع چیه. من بدتر من فقط میدونم که نیما شاهرخشاهی هست چون که توی سامنیل ویدیو بودش و امیدواریم که کپی رایت نخوریم. من دیگه کارم به جادو جنبل و دعانویسی رسیده برای اینکه کپی رایت نخوریم. تی پی ام به ما کپی رایت نزن هام، تی پی ام به ما کپی رایت نزن هام. فیلم مال 1000 سال پیشه و حتی مال شما هم نیستم. قهوه بیشتر بخور. الان به تنها چیزی که یه جایی فاکینگ کافئین بیشتر بخور. اوکی we got this bitch. ما چیزای خیلی بدتری توی این کانال دیدیم. کاملا اوکیه. فکر کنم طولانی ترین اینتروییه که من تا حالا گرفتم. 1 ساعت و نیم فیلمه. خداوند به ماها رحم کنه. پرستو صالحی هم هست. پرستو صالحی خانم من فمینیستیست، اما اصلا اشتباه نکنید. اتفاقا بیشتر دوستان من آقایون هستن cause I'm not like other girls. Pick me, choose me, love me and fuck. آرامش خودمون رو حفظ میکنیم چون که توی این ویدیو بهش احتیاج داریم. یه چیزی هی به من میگید که بهش قبدی چرا مثلا ریاکت و فلان و اینجور چیزا نمیذاری و اینا. بابا نمیدونی اینا چجوری کپی رایت میزنن؟ یعنی تا الان ما کم کپی رایت خوردیم، مونده عشق ابدی هم بیاد به ما کپی رایت بزنه. سیزن 2 رو خدا وکیلی ندیدم، واقعا ابوالفضلی ندیدم. بعد سیزن 1 هم که تموم شد دیگه. الان من بعد از همه این داستانا میام میشم راجع به ماهرخ صحبت کنم. ماهرخ خب بسته ببینیم. واقعا میبینی چقدرم عقب میندازم این زدن دکمه پلیو. میترسم. بریم ببینیم. فیلمو توی چیتگر آغاز میکنیم چون که چرا که نه، لوکیشن پای ثابت فیلمای قدیم. خانوم شما برای اینکه مسیرت به چیتگر بخوره بعد بری تا اونجا، یعنی آدم تو چیتگر گم نمیشه، نمیافتی یهو تو ببینی مای گاد من کجام، این جنگل بی انتها کجاست. مثلا یه جوری مثلا از چیتگر اون درختای کاملا مرتب کاشته شدهش استفاده میکنن، خطی کاشتن. بعد اینجوریه که وای چه جنگلی، من گم شدم، اینجا کجاست؟ عروس نرگس این قیافش. ببین I'm sorry girl. من فکر کنم توی این مسابقه بودش که نبم میخندیدن، اسمش چی بود؟ خندوانه نبود. فکر کنم این بودش که اتفاقا خیلی بامزه بود، از اینا که کلا مثلا یه ذره تو دنیای خودشه و اینا و خیلی همه رو پاره میکرد خنده با کاراش و اینا. و نرگس محمدی خودش آدم خیلی باحالیه خب، ولی توی فیلم ها این چسناله. متاسفانه این چهره چسنالش توی فیلم ها و سریال ها از همون زمان نرگس شروع شد و موند. یعنی من خستم از دیدن این قیافه، با این که من سریال نرگس رو ندیدم بچه بودم. به مامانم اینو بگو منصرف شدم. کار آوشه؟ تلفنی گفتم قبول نمیکنه. غلط میکنه. تو پس فردا عروسیت دختر میفهمی؟ چقدر بد بود. اوکی. خانم راستیه کیه؟ تو پس فردا عروسیت دختر
میفهمی؟ واقعا انتظارش نداشتم اینطوری خفشم اکشوالی فکشوالی. ببین اتفاقی که افتاده اینه که وقتی که می اومده به دلایل ناشناخته‌ای من هی نفسم میگیره، هی سرفه میکنم، همش عطسه میکنم، آلرژی مانند و این داستان. دکتر رفتم و وضعیت ریه‌هام افتضاحه. ریه‌هام به هوای پاک نمیسازه. ولی خب شاید هم یه نشونه است که نباید آدم‌ها رو مسخره کنم. داشتم میگفتم چقدر بد بازی میکنن. امیدوارم تم اصلی فیلم این نباشه. بهش بگو من از اولش هم مهران رو دوست نداشتم. اون که پسرداییه، بذاره پسردایی هم بمونه. فکرم لپتاپ هم داره خاموش میشه. وایسا. مهران پسردایی نرگسه و میگه چی؟ من از اول مهران دوست نداشتم، بذار پسرداییم بمونه. Oh my god، چرا این سیستم انقدر اینجا عادیه؟ خدایا چرا با فک و فامیلاتون ازدواج میکنین؟ اگه نرگس ازدواج بکنه با مهران، آوش میاد عروسی و به هم میزنه. آوش سگه کی؟ احتمالا اون یارو که شمشیر میخوره. اوت. موقع قرارداد حتما یکی از ما باید اونجا باشه ها. پسر بد سینمایی ایران. وای نیما شاهرخشاهی فقط نقش پسرای لاشی رو بازی میکرد، بنده خدا. یعنی یک بار مثلا پسر خوب خانواده نم تو دایره زنگی لاشی بود، تو پارک وی لاشی بود، نمیدونم اینجا الان احتمالاً لاشیه چون الان پسر کارخونه داره که مهندس قرارداد میخوایم ببندیم، خودمون حتما باید اونجا باشیم. دستا بالا. چطور ببند. نکنه پشیمون شدی. That's kinky. What the fuck is this? چشاتو باکن. چه انقدر سکوت. اوکی وایسا آرامش خودم حفظ کنم. یه دونه چقدر سکوت داره فیلم ها. بعد چرا اوکی تو من I'm not okay. من اصلا حالم خوب نیست. I'm crashing out و من فقط میخوام به ته این فیلم برسم. من فقط میخوام به اون صحنه، به اون سکانس برسم. ویدیو تموم میشه. اوکی باید کلشو ببینیم. ما میتونیم. من باید با این دیدیم فیلمو ببینم که این تنها فیلمیه که روی کره زمین وجود داره و بهترین فیلمیه که ساخته شده و من هیچی از سینما حتی یک فیلم بهتر از این هم نمیدونم و این تنها چیزیه که در زندگیم دیدم قراره ببینم. از چیدمان خونه راضی هستی؟ چقدر زشت مبلاتون، چقدر زشت همه چی. کنم ولی یه دیزاینر چیزی آوردی ها. فکر نکنم ولی اون شالگردن چیه دوره گردن به چه دردی میخواد؟ سلام. ما باید دست بزنیم برای ورود پر افتخار پرستوی صالحی، مجری برنامه عشق ابدی، زن سری مجری جهان، نجات پرسترین به خاطر الفاظ رکیک و جمونگی که میگفتش پرستو صالحی. بیفی که من با پرستو صالحی دارم شخصیت this point. من خیلی قهوه خوردم، واقعا نمیتونم اینطوری دارم جر میخورم. دخترموی مارم که گرفتی به کار که های اون میز اژدهاه ماهیه، سرستون تخت جمشیده. چرا پیچ خورده؟ چرا پا داره؟ چقدر آوانگارده. من به هر چیزی که نفهم میخوام میگم آوانگارد. واقعا چقدر آوانگارده. وایستا میدونی چی؟ رفلکشن آینه میکروفون اینجوری داره میشه نه؟ اوکی بهترین فیلمه. اوکی وایسا من حاجی میدونی چقدرشو 4 دقیقه دیدیم. من باید به ته این فیلم برسم. فکر کنم تا الان ویدیو مثلا 10 دقیقه شده و ما 4 دقیقه فیلم دیدیم. گفتم بوم میکروفون اینجوری همینجا این قاز داره واسه خودش اینجوری توی آینه میاد. فدای سرت. دلم میخواد هیچ کم بودی تو زندگیش حس نکنه. فدای سرت. این چجوری داره صحبت میکنه؟ سلام بیبی صبح بخیر. جوجوی من چطوره؟ با لباس ها هنگ اوت میکنیم.
The legend The myth. چقدر بد وایستاده، خودش فکر میکنه چقدر خوب وایستاده، ولی این میدونی چیه؟ میدونی مشکلش چیه؟ این زاویه پاشو که گذاشته به درخت اینجوری، این پاشو اینجا اینجوری کج گذاشته و همین این بدش میکنه. خیلی بدبخت و گشاد وایستادی به نظرم. هیچی؟ معنی هیچی رو خوب میدونم. منم هیچیه. چرا تصویر فید تو بلک میشه؟ من واقعا متوجه نمیشم. والا ما تو پاورپوینت ها ارائه های 4 دبستانمون رو تو فید تو بلک استفاده نمیکردیم. سلیقه است به ما ربطی نداره. آوانگارده. تمام بچگی من اینجا گذشته. توی همین خونه همین ماجرا اتفاق میفته. اوکی وایسا میخوام حدس بزنم. سر دلداده برایش این گفتین که وای چه حدس دقیقی زدی، قشنگ معلوم بود فیلمو ندیدی یا که فیلم دهه 80 حدس زدن داره که نصفش هم خداوکیل غلط بود. اوکی دابل عروسی و فلان اینا نشن، صرفا تا مرحله خواستگاری شما دیدیم. حالا اون هیچی. اینجا این دوتا با هم دیگه که ازدواج کردن. اوکی چون هم خونه توی یه خونه. او مای گاد حلال و حروم چی میشه؟ قطعا ازدواج کردن و اون یارو هم استاکر نرگس قبل از ازدواجه. اون صحنه چیتگر احتمالاً نمیدونم مال کیه، ولی حالا هر چی که هستش برام میفهمیم سر همون استاکر است. به نظر من اون میتونه در دیوونه باشه و چون ته فیلم قتل میرسه میتونیم حدس بزنیم که اون آقا میاد عشق نرگسو که نیما شاهرخشاهی باشه رو مثل سگ میگیره میکشه. از اونجایی که کشتار داریم توی فیلم و دیدیم تهش هم نرگس اینو میکشه و شاید هم نرگس تهش خودشو بکشه. ولی نه، نرگس به نظر من بدبخت‌تر از این حرف هست و باید با بدبختی و این مردر سویساید ماننطوری زندگی کنه و این قیافه چوسنالش رو تا آخر عمر نگه داره. خب این خانمه کیه؟ چرا مشکوک اومد؟ اوین درکه کوچه باغ پلاک 112. آوش چی؟ آوش رو من دیدم اما فکر نکنی خرم ندیدم. صبر کن. آوش راد نامه فرستاده به خونه مادر بزرگ نرگس. He's crazy, he's cuckoo, he's loco, like in his head. در دیوونه است یارو. صد در دیوونه است. حالا ببین و تو چرا نامه هاشو هنوز داری توی این صندوق خانم عاشق؟ محل سگ بهش نمیذاری که تو دهنت میزنم. ولش کن، خودش خسته میشه. Yes queen. اون فهمیده وقتی آرش نیست تنهایی اذیتت میکنه، داره از آب گلو. آرش یا آوش؟ من خودم حواسم به زندگیم هست. چرا کلا آره famous last words ما که دیدیم چیکار میکنی. ولی پس اینا قبلا عاشق هم دیگه بودن، میخواستن ازدواج کنن، پسر گذاشته رفته عروسی به هم خورده. آوش یا آرش؟ توماتو. من نمیدونم، شاید دوتا کرکترن ولی خیلی بده که توی یه فیلم هم آوش داشته باشیم هم آرش. احساس میکنم داستانش اونقدر پیچیده نیستش که بخوام سعی کنم بفهمم چه اتفاقی داره میفته. It's fine. از تنهایی خیلی میترسید. البته الانم میترسم. من میخوام یه قولی بهت بدم. من تو رو هیچ وقت تنها نمیذارم بیبی. بهت قول میدم تا آخر زندگیت هیچ وقت تنها نمیذارم. اولین کسی که تنهاش میذاره. قسم بخور. وای disgusting. با نرگس خانوم چه بزرگ شدی شما. چندش نمیخواد تو قسم بخوری. این دافولی استاکر کیه؟ چرا همه انقدر پشت دیوارن؟ مشکلت چه خانوم؟ کارت عروسی زمانو فروختی؟ چطوری دلت اومد؟ در حد 1 ثانیه صورتش رو دیدیم و من دوست نداشتم چیزی که دیدم رو. با زمانو فروختی. ناموسن تو رو خدا. فید تو یعنی چی؟ خب خانوم یا باش صحبت کن یا برو به اینا بگو که این یارو داره استاکم میکنه یا یکی اومده تو باغ من باید اینجا برم. فید تو بلک یعنی چی؟ یعنی اینجوری بود که اوکی من برگردم برم کارت عروسی رو بدم. What؟ به نظر من که اینا اصلا زندگیشون با هم جور نمیشه. فشاری؟ اصلا دختره یه جوریه، این بچه ها میمونه. فشاری؟ والا یه تارمی خواهر من میارزید به این پسرمون حروم شد. خواهرت دوباره بیاد با فامیل ازدواج کنه؟ چرا این فیلم انقدر فامیلیه؟ خرموم حروم شد. عروس؟ من اعتقاد دارم آدم ها از 2 عضو تشکیل شدن. قلب و مغز.
اونایی که احساسی ترن قلبشون بزرگتر از مغزشون. حالا هرچی که شما بگه خانم. همه وجودم از قلبه. مغزی در کار نیست. نکن این کارو. تو یه لحظه از همین لحظه بیا با من باش تا نتابیدم. فید تو بلک نکن پدر سگ. چرا سیاه میشه تصویر؟ کی تدوینگر این کارو میکنه؟ آقای مهندس خیلی مخلصم. حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ چرا سعی میکنی جذاب صحبت کنی؟ چی شد؟ چه خبر بدی بهت رسید الان؟ نه اصلا شوخی نکنه. میدم ماه حسن مگه بعد عروسی نیست؟ مگه این الان عروسی کردن؟ چیه اینسپشنه مگه داری جلو عقب نشون میدی؟ مقدار چقدر خیس عرقه. همه زندگیمو باید با تو تنظیم کنم. شما که خانم نفرمایید. شما یک خانم مستقل هستید که همه دوستاتون هم آقایونن. نگرانی؟ الان این آرش پیشته و آوش دنبالته استاکرته. آوا اینم اسمش آواه؟ آوش آرش؟ چرا؟ بهت حق میدم. مستر قول میدم تنها کاملا نذارم. بهت. خب همین که حرف نمیزنی داره منو ناراحت میکنه دیگه. الهی بگردم. این میگه من تنهایی میترسم. این قول داده من دیگه تنها نمیذارم و زرت داره تنهاش میذاره. بعد تازه اینم حرف نمیزنه بگه مثلا من ازت ناراحتم. این من نشسته میگه من خیلی ناراحتم که تو داری حرف نمیزنی. خب حرف بزن. من از این خیلی ناراحتم. اوکی من میام تو رو دلداری بدم. پدر سگ تو داری من تنها میذاری. آقا این همه فیلم دیدیم 17 دقیقش گذشته. من میمیرم این فیلم تموم شه. اوکی الان تو اینو تو این ویلای تنها بذار. اون استاکرش هم بیاد. خب پس نیما شارشایی نمیمیره. نیما شارشایی صرفا کاکل میشه. دلم گرفت. تو درکم کن. درکم میکنی؟ تو درکم میکنی. بعد میگن الله اکبر. بعد میگن تو چرا انقدر فشار میخوری سر اینجور تو قول دادی پدستک. تو گذاشتی رفتی. ما بعد اوکی ما درک میکنیم. ما اینجا درک میکنیم. بابا چقدر 2 سال بعد فید تو بلک 2 سال بعد. بچه‌ها چی کار دارید میکنید با خودتون؟ من چرا نمیفهمم اصلا چی شد؟ الان 20 دقیقه اول فیلم چه چیزی به ما آموختید؟ ای با اون شالگردن این مسخره این نازکت نقش چیه داره واقعا؟ دیگه فرق داره. قول بهت میدم. فقط 4 روز. مواظب خودت باش. من بهت قول میدم هیچ وقت تنهات نذارم. به تنهایی عادتم. نه مل حوصت آوا بینتون فاصله افتاده. مقصرم خودتی. با سیاه شد. این زردم اتصالی میکنم احساس میکنم و از انرژیم کاسته نشده و ولی حالم بده. هی داره بدتر میشه. اصلا یا که میبینیم فقط میبینیم. هر سری هم همینو میگم. هر 10 ثانیه پاز میکنم یه فقط میبینیم. نیمکت گذاشته دوور میاد بالا فر میخوره. این چیه خانم؟ تو این 2 سال یعنی به این نتیجه نرسیدی که اینا خیلی زشته؟ تنهایی هم خواهی زنگ بزنی استاکر؟ آوش؟ زد. باباش خیانت. دلم برات تنگ شده. خیانت واقعا؟ اون یارو؟ خانوم شما خودتو تو آینه دیدی؟ بعد اون یارو رو من اینجاشو اصلا نمیتونستم حدس بزنم که خود نرگس زنگ میزنه به این. Okay. We're judging. میوه های فیک. Yes. ما هیچ وقت نداشتیم ولی خب اون دوره خیلی ها داشتن این میوه ها رو. این خفن بودن این سکانس به چیشه اینکه عوامل پشت دوربین الان مثلا یه شات 360 درجه گرفتن و اینجوریان که oh my god هیچ کس نباید معلوم باشه. این دوربین که میچرخه ما هم باید باهاش بچرخیم و هیچ سر و صدایی ایجاد نکنیم. و وقتی که این کار کردن احساس کردن که چقدر کار خفن کردن در حالی که توی دقیقه دوم فیلم این آشغال به میکروفون معلوم بود. خب به اینا توجه کنید. نمیخواد شاتای سینماتیک خفن بگیرید. الو آوا الو تو خونه داره باید صحبت میکنه. آوا تو شومینه داری حرف من میزنی؟ نمیتونم بیام. مال آرش نیست. من از آرش جدا شدم. حق طلاق داشتم. گفته بود 4 روزه میره. الان 4 ماه شده.
Damn, that's crazy. طلاقم نگرفتی ولی داری میگه حق طلاق دارم. جدا شدم. اونم که 4 روز 4 ماه. اون که هیچی. بر گمشه. تو داری چی کار میکنی با زندگی خودت؟ بهت زنگ میزنم. عین تماس تلفنی های تئاتراست که یکی از پشت پرده تو دوربین داره میگه الو عروس تو کدوم عروسی؟ عروس تش کد 1 حاجی میدونی این الان چنده؟ 0912 27 838. احتمالاً یه روش رونتری داره برای خوندن. وایسا 122 78 38. رونده 122 78 38. الان میدونی این چنده این خط؟ اندازه من کل زندگیم تو و کل زندگیت میارزه. حالا اونقدرم رون نیستا ولی خب همین 78 38 122 78 38 909 230 12. بردار دیگه تو هم حیفاز چسناله قیافه چسناله. بازگشت به اکس و اینجور داستان. اونم که چیز نکرد پا نداد بهت. هرچی زنگ میزنم گوشو جواب نمیده. این که چیز تازه‌ای نیست. زنا زیاد لیلی به لالاشون بذاری یه ریز بهونه‌گیری میکنن. ولی خب اگه میخوای پروژه منفجر بشه پروژه تشریفتو ببر. تو به پروژه نمیخواد بگی پروژه، نمیخواد بگی زنا اینجور. 2000 نمیشه رو رفاقت فامیلی. آرومم. پروانه از آوا خبر داری؟ از آوا خبر داری؟ وای چقدر فس میکنید خدایا. سلام. الو. صدا میشنوی آوا؟ بابا میشنوید دیگه چقدر الو میکنی؟ هاشان سرت از تو شومینه بیار بیرون. حالت خوبه؟ یه افکت پشت تلفن نمیتونستن بذارن؟ خیلی تنها. پاشو به خودت بیا زن. پاشو 4 تا کلاس برو، 4 تا دوست پیدا بکن، با همون پرستو صالحی برو بیا رفت آمد کن. نشستی خونه تو هم میگی تنها موندم، تنها شدم. Like I get it bitch. منم اینجا تنهام ولی باید به خودت بیای، باید جمع کنی خودتو. نمیتونی به آدمهای دیگه تکه کنی برای اینکه تنهات نذارن، چون که تنهات میذارن. و اگه من خوبم، من آرومم و آوا تنهاست و ما اینو میپذیریم. آوا اصلا کلن تو فاز جواب دادن نیست، کلن به هیچ جاش نیست کسی زنگ بزنه در بزنه هیچ. من بازیگرش آهان برو دنبالش، پدرشو درار. زهرمان برو بشین دنبالشون، الان اونجا میشنوه آخه توی آوا میکنی. خب همون پارکی که آخرین بار دیدمت چیتگر هم دیگر رو دیدین. That's crazy. براش گل خریده. دختر به خودت بیا. نه تنها شوهر داره بلکه کلی التماس پسر کرده که بیا ببینمت. ببین من مخالف گل خریدن برای پسر زد. من انقدر خوشحال میشم، انقدر بامزه است. ولی آخه الان این که گل خریدی به نظر من خیلی حرکت پستیک و بدبختانه ایه. چرا؟ وای باشه سیس عقابی هم نشسته این. دراما. نگاه اصلا نگاهش چیزه، نگاهش مریضه. منو ببرید تیمارستان، جای همه اینا منو ببرید تیمارستان. شیت هم نبردیم. خیلی خیلی کارهای امنی داری میکنی خانم. اوکی. کمک. بدون موبایل، دختر تنها، رفته چیتگر پیش کی؟ آوش. میدونی چقدر تو چیتگر دخترها رو میکشن، چقدر نه میکردن؟ اصلا جای امنی نرفتی و بدون موبایل رفتی خانیوم. و این روانی ها گل اینجوری گرفتن که میخواد خفش کنه.
چرا اینجوری؟ اوکی این اصلا یارو سفته از ایناست که مثلا تو تیمارستان اینجوری بستنش، مثلا 6 ماه اینجوری کرده. من دیگه برم برای همیشه کشور میرم. از کشور میرم؟ برو. خب چرا اینقدر دراماتیکی آج آقا؟ یادت میاد درست 2 سال پیش بود. درست 2 سال پیش بود. چرا داره با تک تک اجزای صورتش بازی میکنه؟ یه ذره آروم باش، ما میفهمیم چقدر ناراحتی، چقدر غمگینی. به خودت بیامرد. بیرحمانه گفتی با آرش میخوای ازدواج کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. فیلم معرفی کرد، فیلمه، ترند شده تو اینستا. اصلا کجا پیدا کردین این فیلمو؟ تمام آرزوهام، تمام چیزایی که تو سرم بود خراب شد. من میرم تدارک سفر رو ببینم. 14 روز دیگه میرم. 14 روز دیگه برو. چی کارت کنیم؟ یعنی میخوای من تنها؟ الان بیافتیم دنبالت یعنی؟ هر روز و هر شبش جهنمیه که باعث و بانیش تویی. تو آبا اینقدر طبیعی بازی میکنه وارد طبیعت شدم. دیگه دارم بابا میکنم بالا سر چمنا. خیلی بده، من نمیتونم. تو رو یه لحظه هم از خودم جدا نمیکنم. اینو چند بار شنیدی؟ آقا این حرفو چند بار شنیدی؟ یه بار آوش گفته، یه بار آرش گفته، الان دوباره آوش داره میگه، بعد آرش از اونجا داره دنبالت میگرده. آخرش هم تنها میمونی. آقا این آخرش هم تنها میمونه و یاد میگیره با ترسای زندگیش زندگی کنه. استاکرش هم نبودا. اشتباه گفتم. به نظر خیلی استاکر طوری میومد. بعد 14 روز دیگه داره از ایران میره. کجا میره؟ چقدر شادهای بیخود و فسفس کننده ای گرفتید. چقدر سکوت هست توی فیلم. ساعت 5:55 اونجایی که نیما شاهرخشاهی داشت بهش زنگ میزد به نرگس. آوا whatever. ساعت چند بود؟ 16:45 اینا نبود؟ اونجایی که شماره موبایلشو با هم دیگه نگاه کردیم. یعنی آوا اون همه حاضر شد، این خانومی در زد، آوا رفت، گل داد، صحبت کرد، برگشت 10 دقیقه کمتر. اشتباه دارم میکنم؟ نمیدونم. رفت بهت زنگ میزنم. خودت در رو وا کردی که این بیاد تو، بعد هنوز داری پشت تلفن لاس میزنی؟ بسته دیگه، بیا برو دیگه. خانم ما کار داریم اینجا ها. جایی میخواستی بری؟ هیچ سوالی جواب نمیدی. چای نمیخوری؟ میتونم یه چیز دیگه برات درست کنم. هیچ سوالی و جواب نمیدی خانوم. کلا میگه آرش زنگ زد بهت میگه که مثلا جایی میخواستی بری، بعد موقع اومدم میخوای برم فلان. چایی نمیخوری؟ چایی میخوری؟ ما میتوانیم. احتمالا خیلی زیاد نتوانم. ما میتوانیم، درسته؟ 41 دقیقه فیلمو دیدم. بزنیم جلو. من دارم روانی میشم انقدر سکوته. چرا؟ فیت تو بلک خیلی بامزه است. به به شوشو برگشت و آرش و آوش و آوا همه با هم دیگه زندگی کنن. اسم بچه‌شون هم بذارن آرشاویر مثلا، آرشاوین مثلا، آرتمیس. از اینا که همه با آر و آش و فلان شروع میشه. سلامی چیزی؟ خیلی سکوته بچه ها. این چه جمع کردی؟ خب اگه جایی بخوای بری خودم میرسونمت. خب با یه دونه کریان جای خاصی به نظرم نمیتونه بره. یه چیز بگو دیگه. این آردی به اکسش هم زنگ زده، در دورم رفتن. اکس هم گفته 14 روز وقت داری که تا برگردی به پیش من و دیگه ما با هم دیگه زندگی کنیم. حالم از این که کنار تو زنده نفس میکشم به هم میخوره. اوکی. خدا رو شکر کسی اوور ریاکت نکرد. پسر خوب مامان برای چی دست بزن داره؟ این یک.
دوم اینکه تو چرا اینجوری که حالم ازت به هم میخوره؟ تاثیرات آوشه مگه نه؟ تاثیرات درامای اونه که اینجوری پاچیده شده رو تو و رو تاثیر گذاشته. بیاد ببینیم بقیهش. من چون نمیتونم واقعا یه پاز کنم انقدر هرس بخورم، فقط باید ببینیم، رنده میبینیم، از اینجا به فقط میبینیم. همین. بزن زنش رو سرویس کن، زنش خودتی، ولی بزن آسفالتش کن. خواستم بزنم، ببخشید اصلا قطع کن دستتو. منو ببخش، به خدا من کاری قطع کن دستت، بنداز تو سطل آشغالی. منظورت چیه خانوم؟ سوار ماشینش هم شدی و احتمالاً دارید میرید چیت کرد. وای حالا قیافه 4 ساله اینو باید تحمل کنیم. اون مسئله که داری میگی بوجون بوی خون میده. foreshadowing؟ فکر کنم ته فیلم یکی قراره بمیره بچه‌ها، ما که نمیدونیم. چرا انقدر پرستو ساله باید نزدیک ببینیم؟ برات آرش اصلا شانس نداشتی. این فکر کنم از آرش خوشش میادا، چون خواهرش میخواست بندازه به آرش، گفت پسر عموم حروم شد. تو چرا انقدر نگران پسر عموتی؟ اگه اوکی که خواهرت باهاش ازدواج کنه، پس اوکی که تو هم باهاش ازدواج کنی. من فکر کنم این یه کراش مناش ریزی رو نیما شاهرخشاهی داره، با اینکه مثلا 20 سال ازش بزرگتره. رفته بودم هواخوری. در ضمن آرش دیگه شوهر من نیست. چرا انقدر خارج از باغ داره صحبت میکنه؟ انگار مثلا کاملا اینجا الان حضور نداره. چرا مثلا اینجوری چقدر منگی، چقدر گیجی؟ به خودت بیا. کلا تو این فیلم همه باید به خودشون بیان. که به خودشون نمیاد خیلی رو مخمه. اصلا نمیدونم دیگه چی رو مخمه. کلا اینجوری هم که چقدر دکورا خز خداوندا. بهر زنان انقدر جدی نگیر. ببین مرتی که یه چرب، دهن منو باز نکن. شما اول برو صورتتو بشور که انقدر چرب نباشی و برق نزنی زیر دوربین. زیر اون همه آرایش شما یه پودر فیکس بگیر دستت، اینجوری بزن. این چرب بودن رو مخ منه. بعد بیا نظر بده برای من. اعصاب منو خورد کن. من اعصابم خورده، من قاطیم الان. اون که نمیدونه تو کجایی. چقدر نمیخواد صدای آهنگ بکیران زیاده. نمیتونم که برم. و میرود. همینو این که زرد کات میخوره به رفتنش با اون ای خدا کریان کوچولو خالیش. ای خدا you're so fucking cute با اون شال گردنای نازکش. وای چیتگر دختر، به خودت بیا. کاشتت نه؟ این درخت اونجا کاشتت نامد. فکر نمی کنم آرش دست از سرت ورداره. من جای نرگس محمدی بودم خیلی زودتر از این حرفا اون شمشیر رو میکردم تو کون. افت کلاممو دارم از دست میدم کم کم. مردک فلان شده هی میگه به نظر تموم شد، فکر نکنم آرش دست از سرت برداره. چرا اینجوری بازی میکنی؟ بادون میخورین؟ وای من نمته. ببین من دیگه کم کم داره نمته. یاد نمی کنم داد جدا هستم. بس همه مهمتر اینکه هیچ کس نباید از روز پرواز تو با خبر بشه. هیچ کس نباید از روز پرواز با خبر بشه. هیچ کس. کجی روانی و چجوری صحبت میکنه، چجوری نگاه میکنه؟ کیه این؟ ایمان نیکنفس. هیچ آثاری ابدا ازش وجود نداره. فقط راجع به فیلم مسلخ راجبش صحبت کردن. همه جا نوشته بازیگر فیلم‌های بلند، کوتاه، نمایش و فلان، ولی هیچ ردی ازش جاهای دیگه ای نیستش. من میخوام ببینم واقعا این کجا دیگه بازی کرد؟ کی به ایشون گفته بازیگر؟ البته منطقیه که بعد از این فیلم دیگه هیچ کار بازیگری بهش نداده باشن. بس کن دیگه. یعنی چقدر ساده ترین جمله آرم نمیتونه بگه. 100 رحمت به بازیگر تاپ و سوپر استار مملکتمون محمد رضا گلزار. واقعا این کیه؟ من نمیدونم چه حسی رو میخواد مثلا منتقل کنه به بیننده. خیلی اعصاب آدم خورد میکنه به این حرف زدن. اصلا حرف نزن آقا، پاش برو بیرون اینجا. پولم گرفته ها. از روز پرواز با خبر بشه. هیچ کس. چقدر جدایی انداختن بینمون. حتما یه دلیلی داشتن. والا اینو که من میبینم بهتر. به من اعتماد داشته باش. ترجیح میدم این بادوما رو بکنم تو چشمم تا به تو اعتماد داشته باشم.
بیا میخنده میگه دارم. واقعا به این میدونم داری چی کار میکنی. کی حرف تو رو باور میکنه؟ من برمیگردم به عشقم. ای وای این همجور چپ و راست قتک میخوره. مامان چه خبره اینجا؟ کی اینو راه داده اینجا؟ کی اینو راه داده اینجا؟ چرا سر ما داد میزنی؟ این دومین شکیه که آوا خورده. دفعه دوم اینجوری بود که مامان بهش میگیم ولی وقتی مطمئن شد. مطمئنه دیگه، خودش برگشته گفته من دارم برمیگردم به عشقم. عشقش هم که کیه؟ ما باید با هم دیگه بریم، هیچ کس نباید خبردار بشه. عشقش اینه داره برمیگرده به عشقش. We do not judge although we're judging. We are judging at this point. ببین we listen and we don't judge ولی تا یه جا، از یه جا به بعد we are judging. Okay? We're judging. هدف از این همه صحنه های مزخرف چی بود واقعا؟ اینا رفتن دنبال اون، هم منتظر شدن این آوش. الان من نمیدونم آوش کدومه. اون یارو دیوونهه ورداش اینو چیزش کرد، سر کار گذاشت، قالش گذاشت و این عصبانی شد برگشت رفتش. What is the fucking point? I'm so pissed. I'm getting pissed. یادتون اول ویدیو چقدر سنجاب بودن؟ این سنجاب عصبانیم. کمک! اومد بیرون. نه تو بیا برو دنبال آوا، من میرم تو آژانس سوال میکنم. داره از ایران خارج میشه. بدون اجازه آرش؟ خب شروع کنیم صحبت کنیم راجع به این قضیه که بدون اجازه آرش میخواد خارج بشه از ایران. الان که دارمش فکر میکنم اصلا بخوام شروع کنم صحبت کردن به اینکه این ویدیو طولانی تر از اینم قراره بشه، میگذریم. این دختره باید تقاص دل آرش رو پس بده. تو چقدر نگران دل آرشی؟ واقعا نقش اون میوه پلاستیکی های توی ظرف از نقش نیما شاهرخشاهی توی این فیلم تاثیرگذارتر بود، ماندگارتر بود. چی؟ همونم نمیگی؟ با کی؟ کجا؟ هیچ ریاکشنی نداری؟ عمو من الان برمیگردم، نگهش دار میام. هیچی؟ بابا احساس تو صورتش داره نشون میده، بازی زیرپوستی. وای خداوندا. اوکی ببین میدونی چیه؟ چه بادوم بیاد بادوم بخوریم با هم دیگه. با آرش؟ نه اکچوالی با آوش. نگاه اصلا یارو حال مالش خرابه، اوکی نیست اصلا. کجا داری میری؟ شوهر داری، به خودت بیا. مرسی عزیزم. من از اول فیلم اسم چی بود؟ پوری جون بودی. از اول فیلم دارم میگم به خودت بیا، به خودش نمیاد. من دیگه نمیتونم خودم نگه دارم، واقعا دیگه سختم، دارم آسیب میبینم، دارم آزار میبینم. خیلی طبیعی بازی میکنید، واقعا طبیعی بازی میکنید. وارد طبیعت شدم. پوری جون ما فقط یه دونه حتی داشتیم توی این فیلم. یارو چشاش اینجوریه میدونی؟ واقعا بعضی اصلا کریزی آیز دارن، اینجوری هن میدونی؟ یارو اصلا اینجوری داره نگاه میکنه این ور در حالی که داره میخنده. like girl این حالش اوکی نیست، تو کجا داری میری؟ به خودت بیا زن. اوکی پوری رو بگو اصلا افتاد وسط جاده مرد. از اون اول فیلم که پوری توی چیتگر اومد رسید به آوا با چمدون، گفتش آواش گفته اگه ازدواج کنم، گفتش مهران که پسر داییم بوده، پسر دایی پسر عموم، پس بذاری همون پسر دایی / پسر عموم بمونه. مهران کیه این وسط؟ پس اون صحنه کی گرفته شده؟ قبل از ازدواج آرش و آوا بوده یا بعد از این صحنه خون ریزیه؟ تو اینجا منتظر باش تا من برم یه سر بششم بیام، کسی نباید خبردار بشه. دیگه شوهر من نیستی، من ازت طلاق گرفتم. این همونی نبودش که میگفتش دست خودم نبود ببخشید، الان داری جرش میدی دوباره؟ پیداش میکنم. اجازه بدید سطح دراما رو با هم دیگه در اسلوموشن ببینیم، چون که what the fuck was that bitch؟ طلاق گرفتم.
بهش هم نخورد ولی خوب زد اوکی That's crazy. وسط فرودگاه و این وایستاده اینجوری داره بوفه نگاه میکنه. خب این کار تو قطعا داره کمک نمیکنه به پیدا کردن اون. فرار کرد بزدل ترسو. باورم نمیشه چقدر بدبختی زن. همین قول تنها نظر هی گفتی من تنهایی میترسم بیا این تنهات گذاشت اون تنهات گذاشت تاشم من با تنهاییت کنار بیای آخر شوهرت گذاشته رفته به جای که پاشی بری بالا سر زندگی تو جمع کنی یه ذره جنم داشته باشی یه ذره ارزه داشته باشی نشستی اونجا میگی oh my god من تنها موندم بذار زنگ بزنم به اکسم و زنگ زدم به اون روانی زنجیری که اصلا چشاش کریزی آیز داره اینجا کوکو داره میزنه بیرون بعد الان تو فرودگاه داره میزنه این تنهات گذاشت رفت دوید وای بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا این فیلم از کجا پیدا کردین؟ کی ترند کرد اولین بار توی اینستاگرام؟ من عقلمو دارم از دست میدم. من اصلا حالم اوکی نیست. زحماتی که من دارم برای این چنل میکشم که حتی مانیتایزم نیست، یعنی کاش مانیتایز بودیم نیستیم آقا جان. من اینا دارم مفت و مجانی هرس میخورم، فقط دارم آتیش میگیرم، اشکالم نداره، لذت میبریم. ما اوچیا اینجا تحملم خیلی بیشتر از اینا. این دافولی اول فیلمه که هی مشکوک نگاه میکرد نفهمیدیم کیه. دخترشی؟ دختر پوری؟ جونم مامان. دختر پوریه. خب چرا اول فیلم اونجوری نگاه میکردی؟ What the fuck؟ نکردی من جواب مردمو چی باید بدم؟ نه مردم چه ربطی داره خانوم؟ دخترتو احمق بار آوردی، یه سلول مغزی نداره، خودش میگه من فقط قلبم، مغز تعطیل. مردم اولا الان توی شهر سگ کی باشن میخوام تو پاسخگو باشی؟ تو که اینو درست بار بیار. آوش فرار کرد عزیزم، جوری که آوش گازشو گرفت طرف فکر نکنم بیاد، فکر نکنم. باز میری دنباله. نمیدونی صورت ماه بچم از کجا من تو رو جمع کنم؟ ایمان نیک نفس. من خیلی کارش دارم ایمان نیک نفس رو. بابا بهم خیانت کرد. تو هم نبودی بالا سرخون زندگی، تارما گذاشتی رفتی لانگ دیستنس، فکر میکنی آسونه؟ بنده خدا بدبخت باید وقت بذاری. چقدر دلتنگ اینجا بودم. خیلی دیر اومدی خیلی دیره، جای دیگه دل اسیره. منو میکش مهم نبود نه؟ همون دیده ناراحتم میکنی ها، میذارم میرم ها. وای بسم الله الرحمن الرحیم، داری ناراحتم کنی. وای اوکی، من چی بگم؟ اصلا لازمه چیزی بگم at this point and time. من لازمه چیزی بگم فکر نکنم به احساساتش. دیگه داری ناراحتم میکنی ها، میذارم میرم ها. برو، تو که رفته بودی چرا برگشتی؟ ایمان نیک نفس، داری با من چیکار میکنی؟ هیچ کس با من توی چنل این کارو نکرده بود. نیپلای شریفینی هم با من این کارو نکرده بود که تو داری دهن منو سرویس میکنی. بزدل بدبخت، آفرین. جهنم که میری. تو هم به من خیانت کرده بودی خائن. تو هم چند دفعه منو ول کردی. من فکر میکنم که شما یه ذره مشکلات بزرگتری دارید از این حرفا که بخواید یه بلیت بگیرید ایتالیا و برید. من فکر میکنم که پول بلیت ها رو یه تراپی مشتی باید برید. کاپلز تراپی هم نه، جدا اوضاع خیلی خیته. دیگه نمیخوام ببینمت. It's happening. نمیخوام ببینمت. Yes! بالاخره ببین، باورم نمیشه که چقدر طول کشید. 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید تا ما برسیم به این کلیپ مسخره که توی اینستا ترند شده بود. باورم نمیشه. We made it. واقعا رسیدیم. یعنی از این ثانیه به بعد هیچی برای من مهم نیست. شما فقط شمشیر بگیر. واقعا خانم من به شما حق میدم. وقتی من فیلمو کامل دیدم حق میدم بهت.
حق میدم بهت. ببین شما باید فیلم کامل رو ببینی، نبینید البته. وقتی فیلم رو ببینی این صحنه برات معنی میده و تو اینطوری که بزن دهنشو سرویس کن. ایمان نیک نفس. چرا چشات چپ میشه؟ شاید به خاطر همینه که این تنها کاریه که توی سینمای ایران گیرت اومده. شاید به خاطر اینه که هیچ بیوگرافی ازت هیچ جا نیستش، انقدر که بد بازی کردی. این چه طرز مردنه؟ چرا داری میری توی حوض؟ وای من خیلی خوشحالم، واقعا هیچ ایده‌ای نداری که من چقدر الان خوشحالم. آبش یه خیاله، طلاقی هم در کار نیست، اونم Shut the fuck up. من توهم زدم؟ توهم آوا بوده. واو I'm actually ببین من واقعا اینو پیش بینی نکرده بودم و الان از اون اتاق تنهایی گریه زاری های هر روز درش بیار. حرف بزن خانوم. واسش یه شخصیت خیالی درست کردم، اسمشو گذاشت آبش، یه داداش شلو. خب عزیزم شما برو تراپی، آوا بره تراپی، همه برید تراپی، آوش هم بره تراپی. آبشو کشتم. که من اصلا میدونم آوش وجود خارجی نداره خیلی خوشحالم میکنه، ولی همزمان یه حس خیانتی به هم دست داده که اصلا قابل توصیف نیستش. مگه ما اسکلیم اینجا؟ ما اسکلیم، ما اوچی نیستیم، ما اینجا اسکلیم. واقعا هیچ وقت فکر نمی‌کردم توسط این فیلم اینطوری به سخره گرفته شم. احساس میکنم تیر خوردم. ولی همین که این فیلم تونست اینطوری غافلگیرم بکنه یعنی فیلم خوبیه. وای کیمیا، وای کیمیا، وای کیمیا، چجوری من اینو توضیح بدم؟ واقعا پرستو صالحی و خواهرش حیف شدن، واقعا حیف پسرموش. خدا اگه بگی پاش بریم سر خونه زندگی. منو ببخش، همه چیو با هم درست. چیو؟ با مشت زدیش، نه یک بار دو بار بلکه لگدم بهش زدی. و البته توجه. تو چی میگی؟ تو دکتری؟ بیا برو با مانتوی طلاییت، طلای براق متالیک پوشیده واسه من. آوا همین الان اصلا با این پسرم اتفاق خیلی هم به هم میاد. اصلا یادم رفته بود که این دسته بزن داشتش، یعنی اینقدر فیلم روی من تاثیر گذاشته بود. بهت قول نمیخواد تو قول بدی، نمیخواد. بهت قول میدم دیگه هیچ وقت تنهات ببین. نذارم. باش قول میدم. باش. بریم. کجا؟ کفت کلام چیز خوبیه که من واقعا دستم ای با این بندبخت همینجا افتاد و مرده. جلوه‌ی ویژه تموم شد فیلم. چند تا بازیگر با معرفی ایمان نیک نفس. این اولین و آخرین تجربه کاریش بوده، یعنی واقعا I was so fucking right. ببین وقتی با تمام وجودت اونطوری داری بازی میکنی اصلا خیلی افتضاح، یعنی هیچ بازیگری تا حالا انقدر منو به خشم واقعا نرسونده بود. من جر نخورده بودم از خشم انقدر، ولی تموم شد. باورم نمیشه که تموم شد بالاخره. واقعا زندگیت خیلی خوبه. از وجود آوش و ایمان نیک نفس اصلا خبر نداری. 1 میلیون یورو بهت میدم بیا تاق بزنیم زندگیمونو. 100 میلیون یورو نقد جیرینگی نمیخواد. میبینی؟ انقدر زندگی من آشغاله. خبرهای بد دارم برای خودم و برای شما. ویدیو فکر کنم میذاره اوت آف فوکس و تاره، ولی it's okay. Honestly it's okay. اگه 1% فکر کردید که من قراره این ویدیو رو دوباره بگیرم، اصلا سخت اشتباهی شده وایس آور بزنم، ولی من دیگه دوروبر این فیلم نمیرم و هیچ کسی نباید بفهمه. این که این فیلم تونست نه تنها من بلکه هممونو با هم دیگه یک جا اسکل بکنه. اگه قرار باشه این فیلمو بذارم توی تیر لیستی که
توی ویدیو هفته پیش گذاشته بودم. من اصلا نمیدونم که چطور ممکنه که توی یک فیلم انقدر همه مصنوعی و بد بازی بکنن، انقدر همه چیز آشغال باشه، حتی ست، حتی خونه هایی که اجاره کرده بودید آشغال بود، لباس های بازیکن‌ها آشغال بود، بازیکن‌ها، بازیگرا، اصلا حالم بد. من حالم بدم، من ایراد نگیرید. الان واقعا میدونید دکورا بد بود، لباسا بد بود، آرایشا افتضاح بود، تدوین افتضاح، یعنی بدترین حتی از خروس جنگی هم که من قرم میزنم گفتم ساوند افکت فلان داره، افتضاح تر بود. اوترو یادم رفت اینو بهتون بگم که من الان درک میکنم که ایمان نیکنفس چرا اونجوری بازی میکرد، چون که اصلا واقعی نبود. یعنی که چرا وقتی زنگ میزد پای تلفن صداش از تو شومینه میومد، صداش از تو سر آوا میومد. آقا من اینا رو درک میکنم ولی توجیه نمیکنه، توجیه نمیشه اینا. قاعده بازی من میذارم رو سرم، در برابر این فیلم قاعده بازی رو سر من جا داره. فقط اونجا که صفحه سیاه میشد و میرفت صحنه بعدی و دوباره سیاه میشد و دوباره مینوشت 2 سال بعد. درسی که میتونیم از این ویدیو بگیریم اینه که واقعا داریم چه غلطی با زندگیمون میکنیم. اینا چیه ما داریم میبینیم؟ اینا چیه توی اینستا ترند میشه؟ این چه ویدیویی داریم میبینیم؟ نه ویدیو من خوبه، ویدیو من خوبه، واسه داریم درس اخلاقی میگیریم. درس امروز ما اینه که هر آشغالی که ترند میشه ما نباید بشینیم لزوما ببینیم. صحیح؟ صحیح. نه تنها این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید که کامنت هم مثل همیشه بذارید. سابسکرایب یادتون نره، ما اینجا واقعا داریم زحمت میکشیم. و وقتی هم که سابسکرایب کردید یادتون نره که حتما این زنگوله دیلینگ دیلینگش مثل دادر بیارید و اینکه تا دفعه بعد میبینمتون اوچیای من. خداحافظ. 6 ماه یوتیوب رو ترک نکنیم.